پول حاصل کن کی او پول در او بازار قیامت چرا جنت بخرید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند در او روز بندگانش را میخرد. هر انسان خود در معرض سودا میگذارد. در حضرت مولانا میگوید نقشبند در تماشای جمال حق نباشد در بهشت برکنن مستان حضرت خسرها را خیش خیش. آنانی که برای خدا کردن آنها میگن جنتی که ما دارکان نیست، ما برای رضای تو کردیم، دیدای تو کردیم. لیکن هر انسان یک عملی بکنه که در اون روز بکار بروه. این پولی که در این روز بکار میروه این در دست عرقخران هم هست، در دست زناگران هم هست، در دست رهزنا هم هست، در دست مجوس یهود هم هست. یک پولی حاصل که اونا نمیتونن کردن، اونا حاصلش نمیکنن، در اون بازار نمیرون، در اون بازار تو میرن.